جان بیا ببینم بالاخره چه خری قرار است جای ریس ریس من را همین بگیرد. کت خدا الان عملیات تایید صلاحیت را انجام همین می‌دهیم. کت خدا این جنجن این خر را چرا همی آورده؟ به این میگویند تایید صلاحیت به شیوه الاغ بنیان. خوب تماشا کن، الان خودت میبینی. یالا زود باش ببینم. لار وارد شو. کت خدا من لارم، یک لار وفادارم، چند تا داداشی هم دارم، دلم میخواد رای بیارم تازه التزام عملی و قلبی و روده‌ای هم دادم. کت خدا این لار عجب رویی دارد. بار پیش هم دو جفتک خورد ولی از رو نرفت. جفتک خورش خوب است، هر وقت بوی یونجه میشنود میآید. وق وارد شو. کت خدا من وقم از لایه هفتمم، تو بیت معلقم، میخوام برات عزیز بشم، جانشین ریسیس بشم. اوه جانگیر بیا ببینم. کت خدا من جان گیرم، یعنی جونا رو میگیرم، با دشمناتم درگیرم، من نوکر باباتم، تو بیزنس اصلاحاتم، من با تو هم قبیله‌ام، اهل همین طویله‌ام. کت خدا خر جنجن از کجا میفهمد که باید به اینها جفتک همی بزند؟ این خر ریس ریس بوده میباشندی، من هم میخواهم جانشین ریس ریس مثل ریس ریس باشندی. این خر کاندیداها را بو همی میکشد، اگر کسی بوی ریس ریس را همین ندهد جفتک میپراند. یعنی آنهایی که وارد طویله شدن همه بوی ریس میدادند. قضیه به این سادگی ها هم نیست، چند نفرشان تقلب همی کردند. یکیشان کوکو سبزی خورده بود، یکی عطر آنگوزمان ریس ریس را به خود زده بود. صبر داشته باش، بقیه را گذاشتم برای مرحله بعدی. پس داستان ادامه همی دارد. کت خدا خودت هم نمیدونی چه غلطی باید بکنی، از این باطلاق به این سادگی ها بیرون نخواهی آمد.